خانواده بودن که یه چند وقتیه، چند سالیه دچار درد آکسیال ناحیه کمر هستن. یه انتشار خفیفی به سمت لگن و حتی گاهی اوقات پشت پا و پایین‌تر داره. MRI که ازشون به عمل اومد و معاینه بالینی، 2 تا دیسک شماره 4 و 5شون درگیر هست که تشخیص دادیم براشون لیزر انجام بدیم تا انشالله شرایط دردهاشون بهتر بشه و دیسکشون بعد از یه مدتی به سمت عقب برگرده ایشان. حالا فیزیوتراپی و دارو درمانی رو هم طی روزهای آتی برای ایشون شروع خواهیم کرد. خب در حال لیزر 2 لول سطح 4 و 5 یه خانم جوان هستیم که بیرون زدگی دیسک دارن. الان لیزر در حال انجام هست و این موادی که اینجا ملاحظه می‌کنید در واقع اون هسته دیسک هست که داره تخلیه میشه و انشالله تا یه مدتی قسمت دیسک بیرون زده خودش رو به سمت داخل میکشه.